نام من لوئیس هندرس است و 23 ساله می باشم. راستش از نیویورک می باشم، اما وقتی که صنف هفت بودم یا در سال 2003 به اوهایو آمدیم. حالا تقریبا 10 سال میشه که در اوهایو هستیم. مادر ما در حقیقت از گواتمالا بود، اما پدرم از نیویورک می باشد و در پادریگن زندگی میکنند. پس آنها در پادریگن با هم یک جا شدند. من رومن کاتولیک پرورش یافتم در یک خانواده بسیار مذهبی. هر یک شنبه به کلیسا می رفتم، یعنی در مکتب یک شنبه نیز می رفتم، اما به طور عموم زیاد مرا مجبور نمی کردن، به خاطر که برای اطفال رفتن به کلیسا بسیار خوشایند نیست. من زیاد در مقابل دین حساس نبودم، به خاطر که من یک کاتولیک بودم، یعنی به دین زیاد اعتقاد نداشتم. یا هر قسم که فکر میکنید، تقریبا 5.5 سال میشه که مسلمان شدم. سال اول پانتونم بود که یک دوست دوران مکتب خود را ملاقات کردم. او درباره اسلام مرا درس میداد. در اصل او به ما عربی درس میداد، اما بعضی وقتا سخن از اسلام در می آمد. وقتی که از مکتب فارغ شدم، از این که عربی را یاد نگرفته بودم احساس خوبی نداشتم. به همین خاطر او گفت عربی را به شکل انفرادی به شما یاد میتم. گفتم که چرا نه، نمیفهم همه چیز چطور اتفاق افتاد. اول به خواندن قرآن عربی شروع کردم، ترجمه آن را خواندم. هر چیزی را که به خواندن نمیفهمیدم آن را سوال میکردم. بعد از چند ماه محدود مسلمان شدم. من واقعا از خانواده خود ترس داشتم. قسمی که گفتم خانواده ما بسیار مذهبی هستند و این بسیار برای ما بسیار مهم است، چون ایمان را هر چیزی خود میدانیم. پس من فکر میکردم که شاید در حق خانواده خود خیانت کنم. فکر میکردم که آنها را شاید رها کنم یا شاید تروریست شوم. برای یک تبدیل هوا خانه رفتم. هیچ فکر نمیکردم که روزی در حمام عبادت کنم. نمیفهم که چطور، اما این کار هم کردم. برای یک هفته در حمام عبادت کردم. تصمیم گرفتم که با مادر خود بگم. برای قدم زدن از خانه بر آمده بودیم. با سگ‌های خود در پارک قدم می‌زدیم. ما 2 سگ داریم. در یک گوشه ایستاد شدم و با مادر خود گفتم مادر مسلمان شدم. او گفت چی؟ زبانم بندش میکرد. من مسلمان شدم و یگان چیزی دیگه گفتم. او فکر میکرد که من میخوایم عرب شوم. او گفت تو میتونی مثل آنها بعضی کارها را کنی، اما جزی از آنها نشو. من گفتم که نه خیر، من نمیخوایم که عرب شوم، من میخوایم که مثل آنها باشم، فقط میخوایم که مسلمان شوم. برای مادر خود توضیح دادم، برایش تمام خوبی ها را گفتم. او گفت که اگر میخوای پس من از تو حمایت میکنم، قسم کارهای خوب میکنی و با درس های خود نیز رسیدگی میکنی، پس من از تو حمایت میکنم. بیشترین مشکل را خواهر بزرگم برایم خلق میکرد. او همیشه همراه من جنگ میکرد. رویه او به نظر من درست نبود. به همین خاطر رابطه ما با خواهر بزرگم قطع شد. ما واقعا با یکدیگر خود صمیمی بودیم، اما این تصمیم مرا نپذیرفت. او فکر میکرد من در حق خانواده خیانت میکنم. او فکر میکرد که من خدای بیارزش را عبادت میکنم. من بسیار کوشش کردم که برایش توضیح بدم. چندین بار کوشش کردم، اما قبول نمیکرد. تقریبا 1.5 سال یا 2 سال را در بر گرفت که با هم دوباره صمیمی میشیم. روزهای خوبی ما دوباره شد. حالا بعد از 5.5 سال، وقتی که کسی درباره من یا درباره اسلام چیزی نادرست میگه، او از من دفاع میکند، از من نظر میگیره و قبول میکند. دوران بسیار بسیار خوب شروع شده است. راستش والدینم از هم طلاق گرفتند. منظورم است که او همین تابستان گذشته خبر شد. همراه او بعد از 10 سال تقریبا برای 1 ماه یک جای بودیم. او میدید که من عبادت میکنم. او میدید که من کوشش میکنم تا یک مسلمان خوب باشم. او از من سوال میکرد که چطور عبادت میکنید، چطور عمل میکنید. من به او یک قرآن دادم. میفهمیدم که او بعضی وقتا میخواند، میگفت خدا را شکر. چیزی بسیار بدی نیست. شما میفهمید که ادیان را در فرهنگتان مختلف ساخته میتوانید. از اول فکر میکردم آماده نیستم. در اول فکر میکردم که دست بردار شوم، به خاطر که موارد کاملا مخالف در فرهنگ ما است. به نظر من بهترین چیز در اسلام این است که فرهنگ تان را شامل دین کرده میتوانید و هیچ آسیبی به فرهنگتان نمیرسد، بلکه رابطه دین به فرهنگ شما استحکام میبخشد و هیچ مشکل را ایجاد نمیکند.
پس ما تا هنوز با فامیل خود هستم، تا هنوز بر رسم و رواج های خود رسیدگی میکنم، اما کارهایی را که اسلام معنا قرار داده است انجام نمیتم. تمام آداب فرهنگی خود را انجام میتم و این کار من واقعا مورد پسند خانواده ما است. من فقط دین خود را تغییر دادم و هویت خود را تغییر ندادم.